سلام، من روژان هستم و امروز میخوام یک نکته مهم گرامر زبان روسی رو باهاتون به اشتراک بذارم. حتما شما هم با کلمات یشو و اوژه برخورد کردین ولی شاید هنوز تفاوتش رو دقیق ندونید. ما از یشو زمانی استفاده میکنیم که چیزی ادامه داره و یا اینکه هنوز تموم نشده. مثلا یا یشو رابوتایو، یعنی من هنوز دارم کار میکنم و این کار من هنوز تموم نشده. یا مثال دیگه، اون یشو نیپریشول، اون هنوز نرسیده. از اوژه زمانی استفاده می کنیم که چیزی اتفاق افتاده یا اینکه تموم شده. مثلا یا اوژه دوما، یعنی اینکه من به خانه رسیدم و این عمل تموم شده، یا اینکه یا اوژه سماتریلا فیلم، من فیلم رو دیدم و این دیدن فیلم تموم شده.